که من گشنه‌ام مرگ تاجیک که مادر میبید 4 کودک میگه من گرسنه‌ام 2 میلیون تاجیک است. تاجیکایی که در اینجا جیپ کیپ سوار میشید زمین نکفید که من درام که زنی تاجیک اومده میگه که من گشنه‌ام درستی چیزی نخوردم. گریه کرد که من آمدم گفتم که من در جای کار در کار میگه من بردم فلان جا گفت که زنی من شمانتیا میگیرم من در جای کار میمونم. یعنی با عوضی فقط میبخشید و همه خواب رفتن من تو یاردم میکنم. تو خطی من خورم من تو در کم این هم تاجیک انا همین هم تاجیک کرد با ما میگه برادر کلیاسکا خطی دیدید مو بفکرم یا تماشا میکنه یا نمیکنه همون میشده است. کدام شما گارانتی داره که از ایره هم یک ذره ماشین نمیزنتونه؟ هر روز 6 تا سامالوت پرواز میکنه 6 سامالوت پر آدم میبره و الا نان خوردن ندارن در همونجا نان خوردن ندارن مردم. همون مادر با گجاره بعد شما بگید 60 ساله کمپیر با خدا قسم در درون مسجد مادر 4 تا فرزند خطی آمده است شوهرش همینجا بیچاره هلاک شده میگه اکا گشنه گریه قسم یاد میکنم به نام خدایی که من خلق کرده است من زمین نکفید که درو 50 نفر هر روز دارم جمع میشه و همین 50 نفر پرابلم خطی میکنه. حتما هر روز 3-4 کس میگویم که ما جای خوب نداره اونا برای جای خوب نداره ما چیکار میکنیم و همین خانه بچه ها روی میکنیم خانه برادر ها روی میکنیم لیکن روی آدم نمیشه برادر که هر وقت مثلا یه نفر کوی که اینه بعد خانت ما همینه اینا برای همین تصمیم گرفتیم که شما یک اکسیژن باشه یک نمیدونم هاستل باشه یک چیز ارنده گیریم یا که خود ما باشه توجیکو این برادران قرقیزای همسایه ما 3 تا هاستل دارن 3 تا اکسیژن دارن در همین مسئله همه قرقیزایی که میبینن بیجا میمونن بیکار میمونن بی پول میمونن میروند در همون اکسیژن زندگی میکنن بی پول در همونجا خورد خواب میکنن. قرقیزا نگاه کن اینا ما میخندیم چشتن بودن ولی همین چشتنگای همسایه ما 100 سال به خدا ما پیشرفت کرده پلیکلینیک دارن اکسیژن دارن همه سی آدم میروند به خدا میبینن جمع میشن کلانتراشون همش جمع میشن همشون جمع میشن که کلانتر چی میگن من کلانتر شما میبینم در همینجا دو فریاد بزنم یک کس من گفته میگه یک کس نمیگه این سگ چی گفته شده نگاه کنه الان کنجکو همه تاجیک همینه لیکن پرابلمشون شد با خدا قسم من ایتا که زمین پیدا میکنن انا همون بچه پرابلمش شد یکم دویده میبینن اوه اگر کارشو بود نکردی اوه اگر زنگ تلفنشو نگرفتی نه زنت میمونه نه دخترت نه خانواده همه رو دم حقارت میگیره تو کار من بود نکردی. عزیزی دلی برادر میخوای که کار تو بود شود بیا در مشکل یک کس دیگه همراه باش در خوشبختی و غم یک کس دیگه شریک باش. اگر ما بینیم که در غم شدی یک کس دیگه شریک هستیم پس ما این مردم رو دعوت میکنیم میگیم برادر این همراه ما بودن در مسجد فهمیدی؟ بنابراین همین من از شما خواهش میکنم وقتی دیده یک خواهر مشکل دارد یک برادری تاجیک مشکل دارد به تفاوت نباشه اقدی راه پروست گذاشته نروه یا شطه گذاشته و مثلا در درون جوبار پرتافتن کار خوب نیست فهمیدی؟ همه ما و شما آدمیم همه ما و شما میرنده میمیریم من همه خیلی پرابلمات دوچار میشیم. یه آدمی که گفته استم استای نمره 1 تاجیکستان با خدا قسم استای دوریدگر استای استال استول ساز میکند یک استال استولش 3-4 هزار دلار یک 10 تا 15 تا استال استول ساز کرده است در همین ایست را در یک کارخانه شیف جنجال کرده است یک تیر پول نداده از کارخانه پیش کرده است باز یگان دکومنتش هم نداده است دکومنت ها همه گم فهمیدی یک پاکت قدید در درون پاکت 3-4 تا لباس پیش ما آمد اکا چیکار کنیم ما باور میکنیم و خدا قسم کاراش نشان داد در دبی در قطر استای نمره 1 من وای استای نمره 1 میگم دستات تیلا ولی همین خیلی شرایط شده است که وزبین کسل مزش نیست بی پول بی دکومنت یک دست خراب که وزش نیست نرو دیدیم تمام. حالا همین برادر ما چیکار کنیم شما بگید حالا بگذار اگر وای نباشد شما ها باشد در جای همون چخیل باید برخورد باشد شما بگه که وقتی که شما کسل شدید مریض شدید
بالنسا غلطیدید ما شما را چیکار کنیم توف کرای بالاتون گذاره همین حوزی وضعیتی توجیک همین است برادر وضعیتی که ما داریم با خدا قسم همین است توجیک هم میتونه در زمین توف کرای صدا زدن رفتن و خفه میشیم که چوه دیگران ما احترام نمیکنن اما احترام نمیکنن با خاطر که توجیک ما شما قدر نمیکنن در بالنسا غلطیده است در ملیسا غلطیده است در سپیسپریوم غلطیده است من در بالنسا چینم دارم اونجا بالنسا توبرکولوز سالش نگوست 72 نفر توجیکستانی سالاجنی 72 نفر نمیمونن جواب نمیدن پدازرینی توبرکولوز فهمیدی بچه‌ها زنگ میزنن خواهرها زنگ میزنن که ما کسل نیستیم ما را همینجا آوردن نمیمونن که بالنسا بیرون بره نمیمونن که ما وطن رویم توجیکستان فهمیدی کی باید غم همونا را خورد مگر ما و شما توجیک نیستیم مگر ما و شما مسلمان نیستیم شما بگی اگر ما نکنیم کی میکنه اینا ما دعوا کردیم که ما مثلا توجیکا را صاحبی میکنیم من شما همراه ما هستی یا نیستی هستی یا نیستی بله گوی برادرو از یک دست برادرو صدا نمیبرود از 3-4 نفر ما صدا نمیبرود از بین از برادرو با خدا قسم میگم که روز شروع میشه روز من نمیدونم بچه را کدام بالنسا روی کنم کدام عدل پلیس روی کنم بچه ها هر یک عدل پلیس 5-6 نفر بچه توجیک محکمه میدونه همینا 3 روز 4 روز محکم میکنن آب نمیتین آب با خدا قسم اینا از فاشیست بدترن فاشیست همین گیتلر چنین همینا مردم همه یهودا را ظلم کردگی نبود ما ویدیو کردیم شما دیدی بچه ها را در همون سودی چی بود رفته بوده؟ سونتسکی سود بچه ها آمدن در همونجا بچه ها را آوردن 15-20 نفر همش حجت دارن سود آوردیم میگن که اکا 4 روز شد در همین عدل محکمه است آب ندادیم بچه ها در آب بدونه برای چی ندادیم برای آنکه اینا اگر آب نوشن یا که یگان چخرن توالت میپرسن و اون ملیسا مجبور میشه که درک شده اینا را توالت برن به همین خاطر نمیتین اوقات بچه ها را جواب سود آوردیم باور کنی رنگ روی بچه ها را میبینی که میگی که همینا 6 ماه در بند بودن آدم به خدا قسم اگر که همین آهن باشه اگر آب بشید در وضعیت توجیه فهمیدی؟ باید چیکار کنیم؟ باید برادرها گردیم باید برادرها کمک کنیم باید به داد همدیگر برسیم این توکایی که دوام میتیه توکای این وضعیت دوام میتیه شما بگید سگ در قدر ماندگی است توجیک در قدر ماندگی نیست سبب همین انا همین خیلی به تفاوت بدن ما شما برادرای عزیز من اینجا برادر اعلام کنیسته است که کدامی که میخواهد جای کار لازم دارد من ابشیجیت بده است برادر میگه که من 30 نفر لازم دارم کارگر کدامی ده که لازم است کار من این برادر را دیدستی فقط دکومنت در کار فقط پاتنت در کار فهمیدی کسایی که لازم دارند من پیش برادر میبرم نمره برادر را میگیرن 30 نفر کارگر در کار بنابر همین عزیزای دل من از شما خواهش میکنم ما را در همین کار خیر که 1 سال شد دوام دارد یعنی مرکز توجیکا تنها نمانید که با تنهایی کار انجام نمییابد فهمیده شده با خدا قسم ما حاضر تنها همینجا دعوا کردیم گفتیم که بچه‌ها مرکز میکشیم همینجا بچه‌ها بودگی گفتن که اکا بکشو ما قطیته اینا ما هر ما شما میدونه ارنده میسپرید چند نفر همینجا آمده مرکز توجیکو همین 2 نفرتان آمده روزانه بیایه بشینه در همونجا یا بار نگاه کنه که چند نفر ببیاد و چی پرابلم ها داره توجیکستانی فهمیدی؟ علاکه مسکوس که اوبلاست به خدا قسم میدونن که توجیکا مرکز دارن میلیسا هاش ای مارگو زنگ میزنن ای میلیسا ها ما را زنگ میزنن فهمیدی؟ سفارت کنسولگری زنگ نمیزنن ما را زنگ میزنن که توجیکا در همینجا پرابلم دارن علاکه میدونن علاکه ما همین فضا را دیگر کردیم تغییر دادیم
ولی باور کنید آدرسش همین یوتیوب کانال من اکشوی هر همین زیر یک ویدیو دا آدرس نوشته مترو والگاگرادسکی پراسپکت از مترو میبروید از پاسنی واگن یکم دوم به خاطر چی پیش مترو برای که شماها کوفتکوب نکنید همین مترو میبروید دیگه یگان دوم نیست یکم دوم پیش مترو والگاگرادسکی پراسپکت دوم 28 استراین 1 ofisi 32 وقتی 4 مترو پیش مترو دست برای کورم دیگه ایون است همه یک دوم 5 اتاژ 4 اتاژش کیرپیچ نی میبید یکم اتاژ استالو با نوشتگی از کلان کردگی میدرید اخرانه دا پاسپورت میتید 3 متر 32 اوفیس همه میدونند به خاطر چی به خاطر که اونجا همه اوفیس ها هستن کمرسکی پریپریاتی ها هستن یگان کس آدم نمیبیاد ولی در اوفیس ما خدا بشکر روزانه 40-50 آدم است روزانه از ساعت 8 تا ساعت 1 شب آدم میبیاد فهمیدی ما یگان تا همونا ناامید گسل نمیکنیم برادر حق نداریم که ناامید گسل کنیم ماکسیموم کوشش بکنیم که حداقل 1000-2000 سوم داده سوچتیم که در کوچه نمونه فهمیدی با خدا قسم مادر 60 چند ساله شما با فکرم در همین یوتیوب کانال ما دیدید برای ما دعا کرد همه تون شمال برای گفت همه خیلی دعا هم بوده است ما همون مادر در پاتنت کردیم همه کارش انجام دادیم اون روز آمده است که دکومنت ما گم کرد 2 دکومنتاش گم کرد است خب همون مادر با گجار بود شما بگید 60 ساله کمپیر با مجبور شدیم سفارت روی که کنسولگری روی کردیم پاسپورتش کردیم دکومنتاش کردیم حاضر با الحمدلله کار کردیم زن 4 تا کودک دارد آمده است میگه که با خدا قسم میگه 2 روز شد گشنه با خدا قسم در درون مسجد مادر 4 تا فرزند خطی آمده است شوهرش همینجا بیچاره هلاک شده میگه اکا گشنه گریه کرد که من گشنه مرگ تاجیک که مادر میبید 4 کودک هست میگه من گرسنه 2 میلیون تاجیک است تاجیکایی که در اینجا جیپ کیپ سوار میشید من ویدیو گرفتم پرتو ده همه جا میلیونرها میلیاردر تاجیک در مسکو هستند مادر تاجیک آمده است گریه میکند که من 2 روز شد گرسنه هیچی نخوردم پیش کنیم همون مادر چیکار کنیم زنه که 4 تا فرزند دار شکایت کرد که مسجد آمدم گفتم که کار لازم است یک تا از این گیرگیرد مسجد میگشتن که گفته است که من ترا میگیرم اگر جای کار در کار باشه من ترا میگیرم زنی من شم من ترا میگیرم جای کارو تو رو میگیرم صورتاش هم نشون داده من نامش نمیگیرم کثافتایی که در گیردی مسجد می کانال دیده باشین زده بود ما رفتیم خبرش گرفتیم دیده یا ندیده دیدیم در گیردش 10 تا 15 نفر همشهری‌ها جمع میشن وقتی که گرفته روان کردن در کار سراش روان کردن در کار تاجیکستان 13000 سوم مبلغ بلیت چند پوله 13000 اینش وایش نگاه میکنه وایش اینش نگاه میکنه آخه من میدونم من میفهمم بلیت گرفتن در کار همون روز در 2 سکوند بلیت گرفتیم همون روز ایرپورت رو کردیم همون روز تاجیکستان رو کردیم چی کنن همون ما نکنیم شما دیدید برادر کلیاسکا خطی دیدید ما با فکرم یا خاموشا میکنه یا نمیکنه همون ویدیو را کنده رفتیم از همون ربادده تیر 150,000 روبل کندیم 150,000 روبل کندیم و با برادر روان کردیم میشده است کدام شما گارانتی داره که از ایره همه گذاره ماشین نمیزنه تونه همین غلطی دیده بالنیسا دارم تلفن عزت امانه یو تلفن عزت امانه بود گویا گوکی ده بالنیسا ده آدمه اگر عزت امان دیر کنه اگر عزت امان نروه تمام زمین به آسمان میچسبه هست یا نیست اینا بر همین عزیزای دل ما نیاز به شما داریم هیچی هم که نباشه بیاید روزانه بیاید مرکز توجیکا 24 ساعت برادرها هستن ما هم هستیم چای میخوریم فقط تمام و شما ببینید که مردم با چی پرابلم ها میبینن و اگر همونجا ما نباشیم و خدا قسم دیگه کشورها ده دیگه شهرها ده پیتر سمارا پرم آرزو میکنن که هم خیلی از جا داشته باشن فقط در کامنتاری ها و زنگ بزنن اکا شما یه بار بیایم ما در همین پیتر همین کار انجام تیم یا مرکز کشیم صاحب
نه در یگان شهر نیست. یگان شهر روسیه توجیکا مرکز ندارن، آدم ندارن، صاحب ندارن که مردم را با گپ زنن. یکاترینبورگ، بچه‌ها یکاترینبورگ من 3 میلیون پول ما گرفتیم دادیم. برای چی؟ آخه نیست آدمی که مراجعه کنن، نیست مرکزی که مراجعه کنن. فهمیدید؟ بنابر همین عزیزای دیر، اگر من این خیلی اتحاد داشته باشیم، یگان ملت نمیتونه بالای ما زور بیاره. یگان ملت، فهمیدید؟ ما در همین جا انشالله آبرو پیدا میکنیم. ولی اگر همین مثل کف که دریا باشیم، عاقبت ما خدا میدونه. که وضعیت کشور من نمیگم، وضعیت وطن من نمیگم. شما دیده سودی وضعیت وطن. در اونجا دیگه یگان برنامه نداره ما. در تاجیکستان یگان برنامه نداره. فهمیدید؟ ما دیگه کنده شده که مزوجه. ما در همین جا باید که آینده ما همین جا سازیم. فهمیدید؟ 2 میلیون آماده شدیم. هر روز 6 تا سامانیات پرواز میکنه، 6 سامانیات پر آدم میبره. هر یک سامانیات 200-250 تا آدم میبره. میدونه؟ حساب کنه. چند آدم میبید در روز. اونایش که در تاجیکستان نه به خاطر اون که نمیخواهم بیان، نه. اونایش که در تاجیکستان امکان آمدن ندارن. زپریتن، پول ندارن، مبلغ ندارن، پول سامانیات ندارن، یا در اینجا کار ندارن، آدم ندارن. و الا نان خوردن ندارن در همونجا. نان خوردن ندارن مردم. ما را زنگ میزنن تاجیکستان، اکا برای کودک بالیسا غلطیده است پول در کار، اکا اینجا پول، اونجا پول، باور کنید. اکا اینا گیر افیر کن، اکا اینا گیر پول جمع کن، اکا یاردم کن از تاجیکستان. همون کودکی که من همین چند روز پیش در همینجا بود، حالا تاجیکستان رفت، گفتی حدودی چند میلیون برای معالجه صرف شده است. کنستانتین خابینسکی اکتیور روس 1 میلیون روبل برای کودک هدیه میکنه. 1 میلیون روبل. حالا نگاه کنید همین تاجیک 2 میلیون در همین جا قادر هست برای یک تاجیک دیگه 1 سوم تیار. 1 سوم. یک روز میبیاد برای کودک تاجیک 1 میلیون سوم پول میده. من کی بود زنگ زدم بچه‌ها 14 میلیون دیگه با من دویم بار تکرار میکنم. چولپان خماتова اکتریس روس بالیسا میروند 14 میلیون برای کودک تاجیک میتیان. حالا ما انشالله امروز پگه خبرگیریش میریم، یک تا ویدیو میکنیم میبینیم. فقط به خاطری که تاجیکستان ناپراولین گرفته روسیه بیاد 3 ماه داووداو کرد برای یک ناپراولینی، برای پول نه، برای یک ناپراولینی. وزارت تندرستی فقط برای ناپراولینی میگه من 3 ماه داووداو کرد روسیه بیاد. ما نمیگیم حکومت تاجیکستان کمک کنه، نه. زیادالله مدد شما با فکر اون ویدیو شدیدید 3000 سامان کمک کردن تاجیکستان. کل تاجیکستان برای فرزند تاجیک 3000 سامان. ولی یک تا کنستانتین خابینسکی 1 میلیون روبل کمک کرد. این در کجا میخونجه آخه؟ تاجیک کجا هستی؟ ولی هستن تاجیک ها هم در تاجیکستان هم در مسکو در روسیه. با خدا قسم نمیدونم پول در کجا صرف کنن، نمیدونم. کدام روز برادر حاجی جبار گفت که من گفت تاجیکا را دیدم که برای یک شب برای یک همون فاحشه $5000 صرف کرد از یک تاجیک. برای یک شب گستینیسه و یک دختر $5000. من دیدم گفتم خیلی تاجیک هست، همین خیلی تاجیک. خدا میدونه تاجیک خودش تاجیک میگیره یا نه. مشکلی ها زیاد است برادر عزیز. من از شما فقط خواهش من همین است، بعد از نماز جمعه همین 10-15 دقیقه تونه وقتونه بیاید همینجا صرف کنه، بشینه. همین پول هم که نتیه، همین گوش کنه که چی پرابلم است در دنیا، تاجیک در چی حالت قرار دارد. فهمیده؟ برای که من گفتم که ما بیکار نیستیم که بیایم مثلا در اینجا لطفت کنیم، نه. شما همین مسئولیت در گردن ما مونده، ما عمل کردیم. 1 سال شد، 1 سال. ولی در مابین 1 سال من ندیدم یک تاجیک بیزنسمن پولدار که اومده گفته باشه اکا میبخشی
من همین 1000 سوم ایمان هر ماه من قطعی تو نیست اکا باور میکنه نیست